الله اکبر. قرآن چی واقعاتی بیدار کننده را برای ما ذکر میکنه. ابراهیم خلیل الله پدرش مشرک بود یا نبود؟ نجات داده میتونه؟ پدری پیغمبر علیه السلام هم مشرک است، در حدیث صحیح ثابت است. نجات داده میتونه؟ نمیتونه. لوط علیه السلام زنی خود نجات داده میتونست؟ نوح علیه السلام بچه خود نجات داده تونست؟ کلا قطعا نه. این داستانای است که ما را بیدار میکنه که ای مردکه اعتماد به بابا و پدر نکو، اعتماد بالای اولاد نکو، اعتماد سری خود بکو، عقیده و عمل خودت جور بکو. در اونجا اختیاردار روز جزا فقط و فقط الله تبارک و تعالی. و الله اجازه نمیده به او کسانانی که چیسته عقیده توحید نداشته باشه. کسی که سفارش میکنه الله اجازه میده، در حق کسی که سفارش میشه الله کی میکنه؟ بدون اجازه الله نمی باشه. او کسی که عقیده توحید نداشته باشه الله در حق از او سفارش اجازه نمیده. پس این تصور نادرست دور که از پیشش. چرا؟ مردم چرا اینطور است؟ زمانی که دیدن که از ولی یک امر خلاف عادت صادر شوه فکر میکنه که امی کلی کمالات در وجود عزیز. کرامت خو کسی که مدعی تابعدار یک پیغمبر است دعوای پیغمبری را نداره و اعمالش مکمل مطابق سنت است، این را به نام کی یاد میکنه؟ ولی. به نام کی یاد میکنه؟ قرآن کریم در سوره یونس را معرفی میکنه. ولی کی را میگه؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. ولی کسانی هستند که عقیدهش درست باشه و مسلسل زندگی را در تقوا تیر کرده باشه، او را ولی میگه. او تقوا توسط چی حاصل میشه؟ قرآن هدی للمتقین. برنامه هدایت برای متقین کیست؟ کتاب الله. بدون کتاب الله تقوا حاصل نمیشه. پس از او خاطر اولیاء کسی است که تقوا را پیشه کرده، عقیده درست داره، او را اولیاء میگه. گاهی الله برای نشان دادن عزت ازی که برای من آدم خیلی نزدیک است، پیش است، یک امر خلاف عادت از او صادر میکنه، او در اختیاری امی بنده و ولی نمی باشه. از امو خاطر اولیای بزرگ خوشداری ازی بودن که از ما اموری خلاف عادت صادر نشوه، امو طور پنهان باشیم. خو این معنا را نداره که بله اینی ولی اینی کار خلاف عادت صادر شد دیگه مردم ها این کار نمیتونه، برای عزت ازی الله صادر کرده. خو این معنا را نداره که اینی ولی آلی کل مشکلات مردم هم حل کرده میتونه. مریض پیشش بیایی شفا برش بده، مشکل تو را حل بکنه، حاجتی تو روا بکنه، نه این کارا را میتونه؟ کلا قطعا نه. مردم در اینجا در فریب میفته، فکر میکنه که این امر خالق العاده وقتی از این صادر شد این دیگه متصرف کامل شد. نعوذ بالله. قرآن میگه مالک یوم الدین کیست؟ الله تبارک و تعالی است. ولی هم نمیتونه که کسی را به نازدانگی چی بکنه؟ نجات بده. آلی چرا نجات داده نمیتونه به نازدانگی؟ در این صورت الله مجبور میشه. نعوذ بالله. اولا مجبور است؟ مجبور شده میتونه؟ اگر مجبوریت به الله ثابت شد الله باقی میمانه؟ نمیمانه. الله مجبور نیسته. خود توسط سفارش اگر کسی او را مجبور بکنه، آلی مردم ما همین عقیده را داره. زمانی که پرسان میکنی در قبر چرا میری؟ میگه ای به الله خیال خیلی نازدانه است. پیشش آمدیم با وصفی که من گناهگار هستم، این نمی صاحب قبر بالای الله باعث میشه مرا چی میکنه؟ میبخشه. من قانون ماندم که بعد از 8 بجه از این دروازه مسجد یک کسی هم داخل نشوه، یک کسی هم چی نشوه؟ قانون ماندم. من خلاف قانون خدا نمیکنم. خب پسان یک نفر آمد و مولوی سی مصطفی قطعش قطعی است. مولوی سی مصطفی پیش آمد مرا گفت که مولوی سی خیر از خود تو قانون مانده، خب من برای تو بسیار پیش هستم. چرا پیش است برای من؟ یا ایسته که خب جبه قوی داره من میترسم از پیشش، یا ایسته که کدام گپ دیگه من مربوطی عزیزته خفاست پیشم میشه، سبا گپ نمیزنه. ترسیدم یا نه ترسیدم؟ مجبور شدم یا نشدم؟ الله مجبور میشه؟ الله میترسه؟ از او خاطری توریست شفاعت به نام شفاعت چی میگه؟ قهری. توسط مالک یوم الدین رد شد بالای طور شفاعت که اختیاردار روز جزا کیست؟ از کسی متاثر نیست، به کسی محتاج نیست، از کسی خوف نداره. از او خاطر کسی به نام نازدانه پیش الله تبارک و تعالی وجود نداره. نازدانه رو میفهمی نه؟ اولاد نازدانه کی را میگه؟ شما میفهمی؟ اولاد نازدانه ریشی پدری خدا میکنه چیز برش نمیگه، پیاله را میده میکنه چیز برش نمیگه، تلویزیون را میده میکنه چیز برش، پیسه را چیر میکنه چیز بر گریانا میکنه، در عین مجلس تو را رسوا میکنه، خود تو چیز برش
ایره میگی نازدانه. در دربار الله همینطور مخلوق وجود داره؟ قطعا نه. چرا اگر اینطور باشه خو مانایی میده که قارم خوب سرت میاد، قارم خوب به خاطر یک مقصد نمیزنیشه. اولاد به خاطر یک مقصد نمیزنی، یک دانه است میگه گم کو، از این خاطر کلان شوه. چی میگه باز؟ سوخته نبیایه. همینطور میگه نه؟ الله تبارک و تعالی از کسی هیچ نه خوفی داره، نه نیازی داره، نه حاجتی داره. در مالک یوم الدین بر ما این گپ واضح شد که اختیاردار روز جزا کیست؟ الله تبارک و تعالی. انسان 4 حالت داره. چند حالت داره؟ حالت پیدایشش، حالت تربیتش، حالت رزق یعنی دمو درجه کمال رساندنش، و حالتی از اینکه محاسبه قطعت صورت بگیره. 4 حالت داری. پیدات کی کرده؟ تربیت کی کرده؟ میوه های گوناگون و خوراک های گوناگون برای تربیت پیغمبرا و کتاب کی روان کرد؟ خب بعد از محاسبه و حساب کتاب هم کی میکنه؟ خب شما بگوی که عبادت حقیقی میشه. ایاک نعبد. 4 حالت داشتیم، هر 4 حالت ما در اختیار کی بود؟ پس عبادت هم در اختیار کی باشه؟ آلی رسیدیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین ارتباطش قطعی ما قبل نتیجه دلایل است. نتیجه چی است؟ وقتی که رب العالمین الله شد، بگوی رحمان رحیم کی شد؟ مالک یوم الدین کی شد؟ پس مستحق عبادت کی است؟ ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، خاص از تو طلب امداد میکنیم. چرا؟ خاص برای تو عبادت میکنیم به خاطری که مستحق تمام صفتهای کمال و عبادت توستی، و خاص از تو طلب امداد چرا میکنیم؟ قادر مطلق و متصرف و کارساز کیسته؟ توستی، دیگه کس نیست که ما را بده. راز کل قرآن کریم دینمی 2 جمله است. ایاک نعبد، اینی را میگه راز قرآن کریم، سر قرآن کریم. کل بحث دینمی اینجا خلاصه میشه. انبیاء علیهم السلام که آمده نزاقت قوما کرده، سری همی گپ کرده. نزار سری کدام گپ کرده؟ بگه سری عبادت، که عبادت مخصوصی الله باشه، با کسی دیگری نباشه. یک. دوم ارتباط الحمدلله رب العالمین. در رب العالمین امید ما پیدا شد که ما را تربیت میکنه. در الرحمن الرحیم آیا طمع داشته باشیم که الله ما را در یک درجه برساند؟ چرا نه؟ الرحمن الرحیم است. خو این نعمتهای الله که رحمان مهربان است، خیر میتور بیتول بزنیم بخوریم شه؟ ها؟ حد و حدود نداره، پابندی و قید نداره؟ داره. مالک یوم الدین، حساب و کتاب قطعت میشه. این نعمتهای الله را که در دنیا تو استفاده کردی، این طور نیست که هیچ سوال و بازخواست از پیشش نشوه. مکمل از اعضا سوال میشه. در مورد اعضا چی میشه؟ در مورد گوش، زبان، بگوی دست، چشم، مکمل سوال میشه. نعمتهای الله است. کی را در جایش استعمال کردی یا نه؟ از این نعمتها فایده مناسب گرفتی یا نه؟ مال، علم نعمت است، جوانی، جمال نعمت است. در مورد کلش الله تبارک و تعالی قطعی تو محاسبه میکنه. مالک یوم الدین تو را بیدار کرد که بله در دنیا آمده ای، خو لیکن فکرت باشه که تو امو طور نآمده ای، بلکه امرای تو محاسبه صورت میگیره. بالکل قطعی تو حساب و کتاب میشه. از او خاطر در اینجا ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتی، خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو مدد میخواهیم. در اونجا صفات الله را غایب ذکر کرد. الحمدلله، تمام صفات کمال برای الله است. او طور اللهی که رب العالمین است، او طور اللهی که رحمان رحیم است، او طور اللهی که مالک یوم الدین است. آنجا چرا مخاطب کردی؟ الله آلی بری تو مشخص شد، توسط صفات کمالش شناختی که الله کدام ذات است، از او خاطر آلی توجه میکنی. اونجا مقام بیان صفت الله بود، غایب ذکر میکردم. اینجا مقام ظاهر کردن عاجزی است برای کی؟ الله. از او خاطر مخاطب قرار میدم، میگم ایاک نعبد، خاص تو را چی میکنیم؟ اصلش نعبدک است، ما عبادت تو را میکنیم الله، لیکن بعد از او مفعول بهش مقدم شده برای حصر. از او خاطر چیست؟ ایاک نعبد، خاص تو را عبادت میکنیم. میگیم خاص تو را عبادت میکنیم یعنی کسی دیگر عبادت. چرا اگر عبادت دیگر را بکنیم باز گپی ما دروغ میاد یا راست؟ دروغ میاد. چرا اینجا میگیم خاص تو را عبادت میکنیم؟ یک نفر دیگر که عبادت کردیم، عبادت به الله خاص نشد، به دیگران شده. آل عبادت چی را میگه؟ عبادت 3 رکن داره: خوف، طمع، محبت.
به کمال محبت، به کمال محبت، به انتهای محبت اظهار عاجزی را که هم طمع داشته باشی و هم خوف داشته باشی، طمع به نعمت و رحمتش و خوف از عذابش داشته باشی، اینی را به نام چی یاد میکنه؟ یک عمل عبادت میگه. بهترین تعریف از این را شیخ الاسلام رحمه الله میکنه که عبادت هر قول و عملی که پسندیده و مورد رضای کی باشه؟ الله تبارک و تعالی باشه، او را به نام چی یاد میکنه؟ عبادت یاد میکنه. این را عبادت میگه. کمال عاجزی و تذلل عبادت میگه. از امو خاطر کالایی که زیاد ساییده شده باشه او شده باشه او را ثوب معبد میگه. رایی که مردم سرش خیلی زیاد رفت آمد کرده باشه او را به نام طریقی چی یاد میکنه؟ معبد یاد میکنه. انسان که بسیار عاجزی او این قدر خود نرم بکنی که رام شوی دیگه هیچ طرف شور نمیخوری، اینی را چی میگه؟ بگه عبد میگه، بنده. این بندگی صفت مخلوق است. کلگی بندگی دو قسم است، یکی عام است یکی خاص است. یکی بندگی عام کدام میگه؟ او جبری است، تکوینی است. الله هر چیز بنده خود ساخته، به الله محتاج است. آفتاب به الله محتاج، مهتاب به الله محتاج، بگه برگ درخت، خود درخت، زمین، آسمان، همه محتاج کیستن؟ این را قانونی تکوینی یا قانونی جبری میگه. الله هر چیز در یک بند گذاشته، مطابق از او زندگی میکنه. الله برای ما گفته بی تنفس زندگی نمیتونه. میتونه کسی بی تنفس زندگی کنه؟ قانون جبری الله است. کلگی به این معنا بندگان کی است؟ الله است. لیکن یکی بنده تشریعی است، عبادت تشریعی است، بندگی تشریعی. بندگی تشریعی را میگه که تو را اختیار داده که اینی عمل انجام بدی، اینی نتیجه داره، اگر انجام ندی اینی قسم عواقبو چی بگه عاقبت داره بری تو را اختیار داده. پس ثواب و عقاب یا عذاب که مرتب میشه به بنده داده میشه، سر اینمی اختیاری بنده داده میشه که بنده را الله اختیار داده اینی کار بکو اینی نکو. الله ما را مجبوری نکرده. یک کسی میره به سنگ سجده میکنه، الله میتونه او را هلاک بسازه. حال یک سنگ آسمانی بیاد فرقی سرش بخوره که کلی مردم دیگه هم چی شوه؟ عبرت بگیره. لیکن نه، این کارا نمیکنه. حکمت الله تقاضای زیر نمیکنه که کسی را جبران متدین به دین بسازه. چرا که جبران باشه باز جنت و دوزخ از کجا میشه؟ باز کی مستحق جنت کی مستحق دوزخ می باشه؟ نه، اختیار به تو داده، عمل از تو است و بعد از اون نتیجه خود به خود مثل که در یک شی الله اثر داشت مانده باشه مثل اثر واری مرتب میشه. لاسپیکر اگر این توک میشه داغ کنم آواز میده، اثر است. چرا این نمی آواز دادن قطعی لازم است. عمل انسان هم قطعش لازم یا ثواب یا عذاب است، خامخواه دور نمیشه. لیکن به اختیار ما تو را اختیار داده، راه ها را برای ما گفته، مامورات خود الله بیان کرده، منهیات بیان کرده، برای ما طریق زندگی را بیان کرده. بعد از او برای ما میگه اینی کار اگر انجام دادی جنت جایت، اگر این کار انجام دادی نعوذ بالله دوزخ جایت است. پس هر کسی که در اونجا به جنت و دوزخ میره به خاطر ازی میره که در دنیا الله برش اختیاری عمل کردن و نه عمل کردن داده بود. تو به اختیاری خود عمل میکنی، تو به اختیاری خود در ترجمه قرآن آمدی، اینجا نشستی، این کاری خودت است. ثواب و عذاب هم سر ازی مرتب میشه. ایاک نعبدو شد. پس وقتی که عبادت عبارت از نهایت تذلل و عاجزی، کمال محبت، همراه طمع و خوف باشه، این را به نام محبت یاد میکنه. اگر یک آدم محبت قطعی کسی داره اما برش طمع نداره یا از پیش خوف نداره، او معبود شده میتونه، این کاری ازی به نام عبادت یاد نمیشه. یک آدم دوستی خود خیلی زیاد، اولاد خود خیلی زیاد دوست داره اما طمع نداره به اولاد یا خوف از اولاد نداره. اگر طمع هم داشته باشه که اولادم کلام شه و میراث خور شه، خوف از پیشش نداره. اگر یک آدم محبت هم داره او خوف هم داره خود طمع نداره از پیشش، محبت هم داره خوف هم داره خود لیکن طمع از پیشش نداره، بازی عبادت شده نمیتونه به خاطری که طمع باید داشته باشه. اموی که واقعا محبت هم داره و خوف هم داره استاد است، اما محبت قطعش داره اما میترسه از او به خاطری که مرا بددعا نکنه، مرا عی نکنه، این معبود نیسته. محبت نباشه طمع و خوف باشه یا طمع و محبت باشه خوف نباشه، مثل که یک چیزی مثلا خوف باشه خو محبت نباشه، پاچای ظالم خوف از پیش داری،
تمام از پیش داری که یک چیزی برات امضا بکنه، در یک پست مقرر کنه، اما محبت قطعش نداری به خاطری که ظالم است، حاکم ظالم است. از او خاطری چی عبادت گفته نمیتونیم. عبادت وقتی میشه که سه چیز مکمل کنه انسان، او را به نام عبادت یا ارکان عبادت یاد میکنه. عالی وقتی که ما میگیم عبادت خاص است برای الله و مراد از عبادت هم عبادت گرفتیم که هر چیزی که مرضی الله است، اگر قول باشه، فعل باشه، هر کدامش که باشه که خوشی الله بیا، او را به نام عبادت یاد میکنه. پس مفهوم عبادت به این معنا بسیار عام میشه. تلاوت عبادت الله است، صدقه کردن عبادت الله است، حج عبادت الله است، نماز عبادت الله است، یک چیزی ضررناک از راه دور کردن عبادت الله است، کلمه معروف خوب استعمال کردن عبادت الله است، با برادر مسلمانت با جبین گشاده رو برو شدن چی است؟ عبادت الله است. کلش عبادت الله است. پس ما کلش به خاطر کی بکنیم؟ بگوی الله تبارک و تعالی بکنیم. یعنی برای یک الله عبادت بکنیم، به کسی دیگر عبادت نکنیم. تلاوت برای الله باشه. تلاوت حق الله است، برای الله است. چرا عبادت است؟ عبادت حقی کیست؟ خب ما برای کی میخوانیم؟ برای مرده ها میخوانیم یا نمیخوانیم؟ میخوانیم. خوانده بودیم ولی نمیخوانیم. خب این عبادت است، برای الله میشه. دعا به مخلوق میتونی، ختم به کسی بخشیده نمیتونی. این عبادت برای الله تبارک و تعالی است. بله دعا حقش میتونی که یا الله فلانی را من ختم کردم عبادت، اگر قبول شوه الله فلان ببخش، فلان حاجتش چی بکن روا بکن، اینی طور گفته میتونی. در غیر از او نه. ثمره ایاک نعبدو برای ما و شما واضح میشه که آیا یقینا ما که در نماز هر رکعت خود ایاک نعبدو میگیم در عمل همی طور است یا نه؟ عبادت چقدر اهم است، چقدر اهمیت داده الله تبارک و تعالی انبیا علیهم السلام خود روان کرده برای عبادت. ما و شما را پیدا کرده قطعی جنیات برای کی؟ و ما خلقت الجن والانس مگر برای عبادت است. آلی همین عبادت شرط قبولیتش کدام است؟ دو شرط داره عبادت. یکی اخلاص عمل که عمل خالص برای کی بکنی؟ الله. دوم موافقی کی باشه؟ سنت باشه. اگر یک شرطی از این گم شوه عبادت مقبول است. اگر با امرای عمل خود اخلاص نکردی، ریا کردی، این عمل مقبول است؟ قطعا مقبول نیست. اگر ریا نکردی، خالص برای الله کردی، خو لیکن به نقشه کی نکردی؟ رسول الله، این عبادت گفته نمیشه. میلاد عبادت شده میتونه؟ چرا نمیشه؟ مردم خوب بسیار اخلاص برای محبت پیغمبر امی صدقات میکنه. چرا؟ موافق سنت رسول الله نیست. این خیرات هایی که مردم برای پشت مرده های خود میکنه عبادت مقبول است؟ چرا نیست مقبول؟ شرط های قبولیت پیدا نمیشه. یا که خاص به خاطر رضا الله میکنه لیکن به نقشه کی نیست؟ رسول الله نیست. این شرط های قبولیت عبادت است. تاسف است مردم بیچاره ما یا ایست که عبادت مخصوص الله نمیسازه. نعوذ بالله ریا رقتش ختم دارم. چی دارم؟ معنای از این میفهمی که ختم دارم. معنای از این من قرآن خیلی زیاد دوست دارم. اینه صحیح کو؟ پنجشنبه میرم میهمانخانه خدا برات نشان میده. ختم دارم. مردم بفهمه که فلانی حاجی ختم داره. لک لک بلند بلند قدم میمانه که ما اینم الله و حاجی صاحبا را روان کردیم به ختم. این را به خاطر رضا الله کرد یا برای ریا کرد؟ برای ریا کرد. این مقبول است؟ نیست مقبول. از او خاطر هر عمل وقتی قابل قبول میشه که دو شرط پورا بکنه. و دو شرط اینمی شرط هست که یکی خالص به خاطر رضای الله و دوم موافق نقشه رسول الله باشه. چقدر نکته مهم است. عبادت است. عبادت است. چرا این مهم است؟ بیا ما یک کار میکنیم. از شما سوال میکنم. الحمدلله بسیار مهمترین صورت بود یا نبود؟ بود؟ بدون از اون نماز میشد؟ یک تغییرات میاریم. الحمدلله را در جای التحیات لله و صلوات میخوانیم. التحیات لله و صلوات ایره در چی؟ در قیام میخوانیم. نماز شده ثواب داره یا نداره؟ ها؟ و برادر چرا نداره؟ رکوع امو رکوع، سجده امو سجده است، قیام امو قیام است، تعظیم امو رقم تعظیم الله، نیت امو تر خالص برای الله. با بسیار عاجزی گریان اندیش میکنم. چرا قبول نیست؟ نقشه را تغییر دادیم. نقشه کی را تغییر داده؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم. نقشه را تغییر دادیم.
علمای ما یک تعداد به این نکته ها تعالی رمزینش خلاص نمیشه. خدا عالم میگیره این نکته ها را نمیدانه. چی میگه؟ وای دعا خو عبادت است، حالی چی پروا داره؟ وای قرآن خواندن خو حالی بدکار است. ما نمیگیم که دعا بدکار است، قرآن خواندن بدکار است، صدقه بدکار است، خوب کار است. خب برای خود چی میخواه؟ نقشه. کدام نقشه؟ نقشه احمد و محمود، نقشه وکیل صاحب حاجی صاحب، نقشه مولا صاحب و پیر صاحب؟ نقشه محمد رسول الله میخواه صلی الله علیه و سلم. پرسان کو، جستجو کو، تلاش کو. دعای پیغمبر چطور بود؟ نماز خلاص کردم میروم طرف حدیث پیغمبر. پیغمبر 3 مرتبه استغفر الله گفت، بعد از او 6 تسبیحات گفت، آیت الکرسی، اخلاص، معوذتین. بعد از او سیده رفته در خانه خود چی کرده؟ سنت خوانده. ما و شما واری متصل سنت قطعی فرض خوانده؟ نه. خب ما و شما واری مولا صاحب نیمه دور میخوره، نیمه در یک حدیث بکشه که نیمه دور در کجا است؟ اونجا صراحتا حدیث است. یکی وقتی پیغمبر اسلام نمازم میخوان استقبل الناس، روی طرف کی میدور داد؟ یا خو شرمنده است برای قومی خود، خوب از این خاطر پس دور نمیخوره. باز دستا را بالا میکنه مردم، نه تسبیح را یاد داره بیچاره، نه سنت در خانه خوانده میتونه. همینجا جای به جای فرض متصل استاد میشن. خوش بایستن که ما عبادت کردیم. عبادت خو کردن، شکی دو نیستن، به نام الله شاید کرده باشه، خو نقشه را چی کردن؟ اون نقشه که محمد رسول الله بیان کرده بود نیست. ما دعا را بد نمیگیم، خیرات بد نمیگیم. ما میگیم که خیرات در جای درست، در مصرف درست، در موقع درست انجام داده شود. برادرای ما محنت میکشه، زحمت میکشه، بعد ثواب خیلی زیاد ببره. آلی اگر ما بگیم که ختمه چه رقم است، شما میگی که پشت همین مسائل گرفته، ذهنتان روشن شود. چقدر ضربه داده امت اسلامی را. ختم چقدر ضربه داده؟ شما خبر داری؟ ختم چقدر ضربه داده؟ یکی خوامی خاندان دیگه نه اولادش نه خودش هیچ اراده نداره که قرآن خوب یاد بگیره. چرا؟ میگه قاری صاحبی کوره باز طلب میکنه، اینجا سرش ختم میکنه. دوم وقتی که طلب کرد معلم صاحبم طلب میکنه، مامور صاحبم در ختم طلب میکنه نمیکنه؟ ها 1000 شاگرد معلم صاحب به درس ماند، مراجعین مامور صاحب در دفتر برای یک امضا از ولایت آمده، شب دیگه شام در کابل باقی ماند. این برای مامور دعا میکنه یا بددعا؟ حالی فهمیده؟ خب ختم کی خورد؟ این ختم برای چی بود؟ برای ثواب بود یا برای کدام گپ دیگه؟ بگوی شما. شامی نوشته میکنه، ابن عابدین رحمت الله علیه در معتبر، در فتاوای معتبری علمای احناف، شامی نوشته میکنه، میگه کسی که طور ختمه را میکنه، بگوی گیرنده پول و دادنی پول اردوش چی هسته؟ گناهگار و هیچ ثواب نبرده. چرا نبرده؟ میگه به خاطری که این ختمه برای چی کرد؟ پیسه. عبادت وقتی برای پیش الله مقبول بشه که برای کی باشه؟ الله. اگر اینمی 2 پیازه را برای ریش سفیدا نده، پول نده، ریش سفیدا در خانهش میره؟ من خوب ببینم در خانه ما بیا ختم کنه، وی نه چای میدم شانه و نه چیز ده، یه چیزام برش پخته نمیکنه. بیا در میمون خانه ما بشینه، ختمه کرده بره، باز پس برای میرند. خب ما خب گفتیم که شرط قبولیت عبادت چیست؟ اخلاص. او اینجا اخلاص وجود داره؟ نه، برای دنیا ختم کرده. ثواب چطور بخشش کنه؟ ثواب نداره. از کجا برای مردم بخشش کنه؟ الله رحم بکنه. عالی انواع عبادت است. ما 4 قسم عبادت داریم. عبادت قولی. عبادت قولی را میفهمید؟ قسم خوردن. قسم خوردن عبادت چی است؟ به الله قسم میخوریم. مدد طلب کردن، کمک طلب کردن عبادت چی است؟ بگوی قولی است. پناه جستن عبادت چی است؟ اعوذ بالله میگیم. دوم عبادت بدنی، نماز، مراسم حج یک تعداد، روزه چی است؟ عبادت بدنی است. 2 قسم. سوم عبادت مالی، مثل زکات، صدقه. صحیح است؟ عبادت چی است؟ این مردمایی که موترا را گرفته برای خواهرها اینجا انتقال میده، عبادت چی است؟ مالی است. 4م قسم عبادت قلبی است. عبادت قلبی عبارت از تصدیق، عبارت از توکل، عبارت از انابت، عبارت از اینکه طمع داشته باشم به الله، خوف از الله داشته باشم. صحیح است؟ این عبادت چی میگه؟ قلبی. کلش مخصوص کیست؟ پس اگر من در قسم خوردم که به سری بچم یا به زنجیر پیغمبر، این قسم درست است؟ شرک ورزیدم؟ نه.
این خود صراحتا در حدیث گفته من احلف بغیر الله فقط اشرک. کسی که قسم به غیر الله میخوره چی است؟ شرک ورزیده. چرا قسم شرک است؟ دلیل. خب پیغمبر گفته چرا پیغمبری را شرک شمرده؟ کسی که قسم میخوره معنای ازیره داره که من اینی کار کردم. قسم میخوره به خاطری که من این کار کردم. چرا قسم سر ازو میخوره؟ یعنی اگر من سرینمی کردن کار ما امو کسی را که من سرش قسم میخورم خبر داره، علم داره و اگر من خلاف گفته باشم او مرا جزا داده میتونه. او این صفت غیر از الله در کسی دیگری پیدا شده میتونه که از حالتت خبر باشه و اگر تو مخالفت بکنی تو را چی بده؟ جزا بده. غیر از الله دیگه کس داره؟ نداره. خب امروز جامعه ما کلشان به سخی صاحب قسم است یا نه؟ به تیغ ابوالفضل قسم است. میگه نمیگه؟ به زنجیر پیغمبر دو گناه کرده. یک خود قسم به غیر الله خورد، دوم حدیث جور کدیره. وقتی که گفتی زنجیر پیغمبر سندش بیار کی زنجیر پیغمبر است؟ 4 دانه پلاستیک چینایی در بند انداخته شه بگوی در تار بازو را چی میکنه؟ آنقدر مقدس میدانه که او را بیوزو نمیگردانه. میگه بیوزوستم تسبیح چطور بگردانه؟ ای را بوسه میکنه او دوڑه خور. ای خود تسبیح نیست، تسبیح خود سبحان الله گفتن است، الحمدلله گفتن است. ای خود حالی شمار کردن است. حالی شمار کردن بهتر به بندای انگشت بکن. چی ضرورت است که دانا را؟ آمد گپی آجی صاحبا چند وقت بعد روان است. روان است یا نیست؟ از اونجا زنگ میزنه بچیم چند جور تسبیح گرفتی؟ پدر جان یک 2000 گرفتیم. نه بچیم کم است، 1000 دیگر هم اضافه کن. باز کم نبیایم بچیم، باز کم نبیایم. و جناب آجی صاحب تو کجا رفتی؟ برای چی رفتی در اونجا؟ تو تالی را عبادت و دین الله را نمیدانی؟ میری کارخانه و فابریکی چینایا را چلانده رو ایستی؟ در سر تسبیح 10 در پس 3000 گرفته چند شده؟ بگه 30,000 افغانی. 30,000 افغانی را در سر تسبیح داده. 30,000 افغانی یک ماه کرایه یک موتر است که خواهران از نقطه دور انتقال بده در اینجا. این کار را نمیکنن. او را به کی بده؟ به دریور هم در افتوگیری خداویزان میکنه دول است. چی در گردن کام میکنه. عجیب است. این حالی شمار است. هیچ ضرورت به او نداریم. خسته خرما را شمار میکنیم. تسبیحات اینا بندای دست است. چی ضرورت برش دادیم؟ این تسبیح نیست. خب مردم میگه قسم به زنجیری کی؟ پیغمبر ایش در زمان شیطوری تسبیح را ندیده. تنها از صحابه همی ثابت شده. ابی هریره رضی الله عنه دانه های خرما را، خستای خرما را یا ریگا را تسبیح را سر شمار کرده. سبحان الله گفتن سر شمار کرده. خیر و خلاص. از همون خاطر یک عالم در مکتب شامله او را پیدا میکنه سخت رد کرده سری مسئله تسبیح او کلگی را بدعت گفته. یک دم بسیار جدی رفتار کرده و دلایل قوی را آورده. خب ما اگر کسی را سنت بدانه، اینطور عقیده داشته باشه که بی وضو گشتانده نمیشه، عقیده داشته باشه که این زنجیر پیغمبر است، قطعا بدعت است. یقینا باز قطعا بدعت است. اگر اینطور نمیدانشه تنها آله شمار کردن برای تسبیحات یا که وضو در آدم باشه، باز میگیم پروا نداره. بازی را بدعت در دین نشد. بدعت چی شد؟ للدین شد، برای دین. وضوی تا یادت نگاه میکنه خیر و خلاص. یا شماری تسبیحات میکنی. خودی تسبیحات سبحان الله گفتن است. آلی قسم در جامعه ما مردم سری کی میخوره؟ بزرگترین قسم سری اولاد است. قسم چی است بگه؟ سری الله قسم. این مردم بزرگ نمیدانه. سری چی؟ میگه به سری بچیم قسم. میگه نمیگه؟ الله تبارک و تعالی رحم بکنه که عبادتی قولی است برای الله نمیشه. برای چی میشه؟ غیر الله میشه. استعانت طلب کردن عبادتی چیست؟ قولی است. ما از کی طلب میکنیم استعانت؟ در وقت مشکلات خود. مشرکین مکه وقتی که تکلیف خیلی زیاد میشد باز چی میکرد؟ به الله آواز میداد. کشتیشان که طوفانی میشد در بین بحر باز بوتا متا را مکمل فراموش میکرد. به یک کی انجام میداد؟ چیست؟ به یک الله آواز میداد. ما مسلمان ها که هر قدر زور سر ما بیا، تور بابا، شړی بابا، چلگزی بابا، ناماست مختلف آواز میدیم نمیدیم. چطور مؤمن هستیم؟
ایده کدام کتاب برای ما گفته که در حوایج و مشکلاتتان آواز به اونجا بده؟ اینجا خو یا کنستعین میگیم، خودی که ما اقرار میکنیم پشت سر در یا کنستعین تشریحش میکنیم. خب آلی بیا، عبادت بدنی نماز است. نماز تنها برای الله میشه. راستی تا نبگوی، به ارواح مردا چقدر نماز خوانده؟